دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 22 فوریه سال 2026 قرار داریم در باغ من ناحیه ورزاب دهه چهارباغ در نزدیک درختی بادام ایستادگیم. بادام‌های بهترین نگفتن امانت که حاضر 100 دانه دارم. بادام بهترین بادام ایران و بادام کریستال 50 سومانی نرخش در دهه چهارباغ. اینو من چه بریدم؟ اینا ببینید که اینجا 50 زدگی بود. من اینجا تازه کردم 50 رو. یک تاشو هم قدر ماندم. دیگرش رو تازه کردم و اینا ببینید که پر از گل است. الان یک تا زیادی موندگی است. من ببینید الان یک تا دو تا من نشونتیم همین دو نودا حاضرش زیادی است. این یک تا این دو تا اینا که بادام که داشت من امسال موندم سال آینده ها از بخش میگیرم همجوری کشوده میکنم. هم دو تا که کشوده کردیم این خودش کاسه شکل شده میمونه و هر طرف میرود. من بلو رو بدید من چقدر بریدم من این طرف سر دادم. دیدید این طرف میرود نودا اینجا بیاد اینش رو بریده من این طرف میبیاد این خدا خواهد این طرف اینجا با یک پنجه میزند سال آینده همه اینا توزه کرده و یک تا این طرفش رو میمونیم. این بریدن بریشی بادام است. من این رو ماه مای ایونم برام میشود و ماه مای ایون بریشی سبز میکنیم به شما نشان میدیم که چقدر ما همین نیول ها رو بریشی سبز میکنیم به شما نشان میدیم. آنخه همدیاران عزیز انا زردالو رو نشون میدم هم نشون این زردالو است. ببینید این زردالو علاقه 4 ساله است لیکن سال گذشته پور داشته بود. یک سطل زردالو بس امسال ممکن 2 سطل بنده. من موبایلش رو بریده خالی کرده هستم. ببینید خالی کرده هستم نمیمونم که این کلان شود. بالاش رو میزنم. انا ببینید پور از گل است. اینا ببینید اینا همش گل است. علاقه شده است. من باور کنید وقت ندارم لیکن با شما من باید این زمستان نشون میدادم چی نمو داروها زدم در کار چیو کردم من نکردیم برای که وقت از دستم نمیاد. اکنون بعدی که گل کرد و این قدرک غورچه کرد دارو میزنم. حاضر شما اگر شده نشدگی باشد همین خیلی باشد اگر سکور زنید سکور رو کمتر کنید و رو دوزش رو 2.5 تا 10 لیتر آب ارلش رو بزنید. حشرات کسلی شما رو میکشد. دوری حشرات زدن در کار الکای فقط دوزش میده کن در کار که این گلچه‌ها حالی نازک هستن میزند میکشد گل رو. همدوران عزیز من این بوریشی زردالو بود. من باز بهار ماه مای ایون باز بوریشی سبز میکنم. من ببینید موبایل داشتم من گرفتم نخواستم که اینجا ناود دیاد. من اینش رو موندم این زیادی است. اینا از اینجا سال دیگه میگیرم برای چی؟ برای که این داخل اومدگی است. این که داخل اومدگی است میگیریم لیکن برای چی من نگرفتم؟ برای که حالی زردالو مایده است. من میدونم که سال دیگه هم فرصتی گرفتن هست. امسال من 1 کیلو زردالو میگیریم. خدا خواهد نصیب باشد اگر اگه افت نزند این رو هم میگیریم. زردالوش رو میگیریم بعد از بخ نودا رو میگیریم. اینش هم میگیرم. من امسال موندم سال دیگه زردالو میداد 2-3 سال پس میگیرم چون که کاسه شکل کنید و دو این بالاش رو زده است که کوتاه است. من ببینید من زردالو رو هم خیلی میچینم. من هم خیلی زردالو میچینم. چوب قطی نمیزنم بالاش نمیبرم. از همینجا میچینم با این زردالوی من کلان میشه. وقتی که کالتا میمونه کوتاه میمونه کم میمونه زردالو میشود که جون برین همینقدر این میشود. من هم دوران عزیز ببینید زردالوی من در بلندی 1.5 متر پر از زردالو بستگی من گل ببینید چقدر اینا شما میگید که با ما نیهولی کارلیک در کار همون کلان میشه که هم زنید خیلی کارلیک میشود. زنید و پر از بار مونید قوتش پر از بار درآمد و ناوده نزند. تمام برای این کار چی در کار روسخش فانتزی میگن توجیکش قطعی بگم ایجادیات میشدگیست. ایجادکار شدن در کار در کاری همین در هر کار ایجادکار شدن در کار یک در کاری باغداری و باز شما میگم که زمینتون رو از لابراتوری گذرونید. در زمینتون اگر نرسد یگان مواد حتما اون مواد ها رو وارد کنید و باغتون رو با قوت کنید. امسال نوارها بسیار میشد از اینجا. خدا خواهد با شما یک خیلی نویگره ها رو نشون میدم. یک جان تشکر. اگر لایک بمونید من از شما میندار.